خانم. شورا خانم. بله چیزی نیست جونم، فقط 3-4 ساعته. عوضش اون پشت پناهت میشه. توران خانم من نترسم. خدایا خودت ببر. پاشو برو به شوهرت برس. بچم بس که داد زد گلوش پاره شد. اومدم. جواد آقا. بله. جواد آقا زود باش ننه جون، برو ماما رو خبرش کن. دیگه وقتشه. تا حالا 3 دفعه خبرش کردم، اومده گفته هنوز وقتش نشده. رفتی که رفتی؟ دوباده به این تنبلی هم نوبرشه. دختر نازنینم از درد مثل مار داره به خودش میپیچه. آخه تقصیر خودتونه که نذاشتیم ببرمش بیمارستان. خودش تو این اتاق به دنیا اومده، بچه‌شم باید تو همین اتاق به دنیا بیاد. باز وایساده منو نگاه میکنه. ده بدو جونم بدو. کسی که میکاره موقع دروشم یه تقلایی میکنه. خوش به حال خواهرت. خوش به حال شوهرش. پارسالی موقع عروسی کرد، امسال بچهش داره دنیا میاد. محمود آقا تو هم مثل خانم بزرگ سرکوفت میزنی یا؟ نه حسرت میکنم. تو این 10 سالی که ازدواج کردیم میتونستیم 10 تا بچه داشته باشیم مثل دسته گل. 10 تا؟ آره مثل داداشم احمد 8 سال عروسی کرده 8 تا بچه داره. نه دیگه اونجورش هم خوب نیست. انسی خانم ماشاءالله یه خط در میون 2 قلو میزاد. همینطور تو صف بریم بچه‌ها. امسی مواظب باش زمین نخوری. به نظرم این دفعه هم 2 قلوه ها. من دلم میخواست تو بچه دار میشدی، هر سال 2 قلو میزایدی. وقتی این بچه های داداش احمد رو میبینم و دلم ضعف میره. اما اون خودش از دست بچه‌هاش کلافه شد. خب دیگه دنیا همه چیزش افراط و تفریطه. حالا که من نزاییدم دوستم نداری؟ به بدبختی اینجاست که دوست دارم. اگه دوستم نداشتی چی کار میکردی؟ تو چی؟ طلاقت میدادم یه زن میگرفتم که هر سال برام یه بچه بشه. خب حالا میخوای همون کارو بکن. دیگه نمیتونم. چرا؟ برای اینکه دوستت دارم عزیزم. منم خیلی دوستت دارم. فکر میکنم اگه یه روزی خدایی نکرده از هم جدا بشیم از قصه دق بکنم. شایدم برای همینی که ما بچه نداریم برای هم هلاکی. چرا؟ خب دیگه من اگه بچه داشتم نصف محبتم مال اون میشد. اون وقت واسه تو میموند فقط نصفش. تو هم لابد همینطوری. نمیدونم حالا که نداریم، اما گمون میکنم محبت پدر فرزندی یه جور دیگه باید باشه. خیلی دلم میخواست بدونم محبت پدر فرزندی چجوریه. برای من که فرقی نمیکنه. الان مثل این که بچه‌مو دارم هموم میکنم. فکرشو بکن چقدر قشنگ بود اگه دوتایی بچه‌مونو هموم میبردیم. تو سرشو میشستی من تنشو لیف میزدم. کدوم اتاق هست؟ برین کنار بچه، برین کنار. سلام خانم بدو، بچه داره جوش حاضره. بله بفرمایید با چشم. جواد آقا از اون بگو بچم داره میمیره. خدایا توران خانم آب جوشو بیار. الله اکبر. بیتابی نکن بذارش اونجا مادر. خانم جون شونشو به ما بیکاره. یا امام رضای قریب اگه بچم سالم بزاد میام به پابوست. خجالت نکش عزیزم، خجالت نکش. بچم دردشو تو دلش میریزه. ننه انسیه دست تو بده چنگ بزن. مادر جون نجات اشهد ان محمد کمک نمیخواد. جواد آقا فارغ شو. نه هنوز خبری نیست. با چه خبرسا قربونه که داری بچه رو میکردی.
سلام سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ خانوم احوال شما چطوره؟ گوگولی گوگول بیا به ادام نباد بدم. ماشاءالله دختر خوشگل. بس شما درد نکنید. سکینه خانم اینو میفروشینه؟ با کنیزتون آقا. چی؟ شما میخوایم بیا اینم مال تو. اینم مال تو. بیا خوشگله اینم مال تو. بیا بگی جونم بخور. حالا بریم بازی کنیم دیگه. بریم بازی کنیم. بیا جونم. اینم خب گلی جون بس دیگه. محمود آقا خسته. نه جون شما من از این خسته نمیشم. این بچه خسته میشین محمود آقا بعد مگه این بچه وزنی داره که آدم خسته تو بشه؟ سرم کنم. نه. آخه این خیلی سنگینه. نه اجازه بدید تعارف نکنید خواهش می‌کنم. محمود آقا روی مسیر شما همیشه منو خجالتم من این بچه رو دوست دارم. مامان الله اکبر الله اکبر. گلی جون بیا دیگه با بلندتر از اون بگو. زن محمود بله تو هم از اون بگو. لا اله. چشمش که به بچه میفته همه چی رو فراموش میکنه. الله اکبر. الله. تو چرا گریه میکنی؟ الله اکبر. من اگه جای تو بودم از خوشحالی دارم قنج میزنم. چیزی نمود قدرت جون. اما میتونی زور بزنن نترس. الله اکبر. خانم بزرگ میگه خطرناکه. الله. بلندتر. اشهد ان اینقدر کولی بازی در نیار دختر جون. من 10 کشیدم دویدم آخ نگفتم. من چی کار کنم خدا به دادش برسه. بیا دست توران خانم رو چنگ بزن. بزن دستشو بگیریم. وای تو رو خدا دستشو بگیریم. آقا تو جمع نکن. پایم بکش ننه. کلا باشی. تموم میشه. ماش. سر چیزی بدی. بفرمای خانم بزرگ. سلامتی بچه به دنیا آمد. سلامتی. بگیرش من. ماشاءالله بزار ماشاءالله. چقدر خوشگله نازشو برم. شکر. وای چه کلیه. خانم بزرگ مبارک ایشالله. مبارک ایشالله قدمش برات الهی شکر. بدو برو مشتلاقت به چشم خانم بزرگ. ننه پسر یا دختر؟ پسره. جواد آقا مشتلق. پسر یا دختر؟ پسره قند اصل گل پسره. جواد جون چه حسابه؟ جواد آقا مشتلق بده. چه کنس. قربون دست محمود آقا. ننه چشمت روشن پدر شدی. یک کاکل زنی که ایشالله وقت پیری عصای دستت باشه. برم ببینمش. خدایا به حق بزرگواریت آرزوی فرزند و به دل بچه من نذار. قصه نخور محمود جون. خودم یه فکری برات کردم. ایشالله سال دیگه این موقع برای بچه خودت از اون میگی. ای بابا وضعم هم طوری شده که فقط باید دلداری نه این دفعه دیگه دلداری نیست. اونجا رو نگاه کن. خب که خوب. مگه از اول عمرت که به حرف من گوش دادی ضرر کردی؟ مقصود؟ خب مقصود این که مرگ یه دفعه شیونم یه دفعه. تو که نمیتونی خودتو به پای یه زن نروک پیر کنی. توران خانم اصلا نروکه. با دوا درمونم نمیشه کاریش کرد. منم همینو میگم. زنی که زندزا نکنه اصلا زن نیست. پس مرده؟ نه زنه نه مرده. اصلا هیچی نیست. نصیب نشه الهی. احمد آقا اگه من نروک بودم چی کار میکردی؟ ایسی خانم بی زحمت شما اینا رو بچینید. غذا حاضره. چی کار کنیم با این زحمت ها؟ توران خانم اجازه بدیم بیم کمکتون کنم. خواهش میکنم شما زحمت نکشید. من میارم شما بچینید تو سفره. من اگه مثل جاریم نروک بودم حتما احمد آقا من از خونه مینداخت بیرون. حالا که اینا دارن منو از خونه بیرون میکنن. این حرفا چیه میزنی؟ ولی من توران خانمو طلاقش دادم. تو خانواده ما از این چیزا نبوده و نیست.
نبوده، اما معلوم نیست که بعداً پیدا نشه. من چشمم ور نمیداره یه پسرم با اون قدش 8 بچه مثل دسته گل داشته باشه، یکی دیگه آه بکشه و قصه بخوره، یکیشم نداشته باشه. همه چیز دنیا افراط و تفریط دیگه. مثل کنه به من چسبیده. انسیه بگیریم دیگه بابا. باز ناشکری کردی احمد آقا. دلت میخواست مثل توران خانم زن برادرت اجاقم کور بود. انسی خانم اینا رو بگیری. قربون دستت خسته میشه توران خانم، تو رو به خدا بذار بیام کمکت بکنم. نه دیگه چیزی نمونده. هم دلم واسش میسوزه، هم دلت واسه بچه من بسوزه. همه دکترها میگن تقصیر اونه. بچه من هیچ عیب و نقصی نداره. زنی که نازاست چی کار میشه کرد؟ نرو که دیگه. خانم دکتر گفتم والا، گفتم نازاست که نازاست، پسرم دوستش داره، منتشم دارم. اگه بچه دار نمیشه عوضش یه دستپختی داره که محمود آقا رو عاشق خودش کرده. وا خانم بزرگی حرفا چیه؟ عوضش انسیه یه دستپختی داره دستپخت من اینها 8 تا واسط پخت کردم، یکی از یکی بهتر. وا با اون دوتایی که مردن 10 تا. چرا شکست نفسی میکنی ننه؟ درد و بلات بخوره تو کاسه سر اون یکی که اجاقش کوره. وای بمیرم الهی، خسته شدی مادر. بدش به من توران خانم جون. خانم بزرگ شما چرا امشب اینقدر تعارف میکنین؟ بفرمایید. تو خیلی زحمت. من میرم تدریک بیارم. خانم بزرگ این بچه پستون به دهن نمیگیره. یه خورده قنداق بهش بده. بابا قنداق چیه؟ کاش یه ذره بارهنگ و کره بهش بدیم، بچه داره از دست میره. این پیازم با قیچی بذار بالا سرش که آل نبره. پس این شیر رو باید بدوشیم و الا گوله میکنه. شیر دوش نداریم؟ شیر دوش نمیخواد. نه انسیه، برای بچه ها بکش. من خودم فکرشو کردم. مادر دلم درد میکنه، قرصی دوایی یه چیزی به هم بده. درد زاو دوا نداره. هر وقت که خیلی درد گرفت بگو سنگ 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 سنگ. ببینم تو چرا همچی میکنی؟ میگن موی زاو رو اگه رو سینش شونه کنن گولش آب میشه. مادر تو شکم اوله که اینقدر مکافات داری، بعدن عادت بیا اینو بگیر بنداز زیر پسی زحمت شما این بچه رو بگیرین خانم بزرگ. به خاک بسرم این چیه؟ شیر اول و بچه بخوره مریض میشه. این نیک میزنه زهرشو میکشه. مادر من بینم یه خورده دندون رو جیگر بذار، عوضش خاصیت داره. خانم بزرگ این کارا مال عهد بوغه. میگفتین یه شیردوش میخریدم میآوردم. شیردوش مادر بعد بیشتر بزنی. سرجو پس چرا نمیفرمایی؟ قدسی جون بیا چند تا قاشق از این کاچی بخور تا قوت بگیری. قربون دست توران خانم. طول سگ و شیر بدم بعدا. خانم بزرگ شما بفرمایید سر سفره، من مواظبتش میکنم. تو عقلت نمیرسه، برو شام تو بخور. از زاو کسی باعث پذیرایی کنه که یه شکم خودش زاییده باشه. بله. وا خانم بزرگ چقدر سرکوف میزنی. توران خانم یه زن تموم عیاره. خب نازاست که باشه. حالا من که 10 تا شکم زاییدم کجا رو گرفتم؟ هر بچه‌ای که به دنیا بیاد مثل یه میخ طلا زندگی زن و شوهر رو محکم میکنه. بس زندگی ما الان 8 میخه است. راستی اگه اون دوتا بودن که 10 میخه میشد. ما حالا خوشبختیم مثلا. خوشبختی داره از سر کولت بالا میره دیگه. خب بس بچه ها ولش کنیم بذارین شامشو بخوره. نه به این شوری و شور و نه به اون بینمکی. بریم زود باشیم. چرا توران خانمو نمیبری پیش اون دکتره؟ زنم ببرم بدم دست دکتر مرد معاینه. چاره چیه؟ آدم مجبوره. من اگه قیمه قرمم بکنن پیش دکتر مرد نمیرم. از قدیم گفتن دکتر محرمه. خدا مردم بده. تمام تنم از دلهوره دون شده. شماره 5 بفرمایید. اختر جون حلالم کن. شما باید بمونین خانم. من باز همراهشون بیام خانم. نمیشه خانم جون نمیشه. اختر جون میترسم یه بلایی سرم بیارم. به نظرم تورم را ندن. نه چرا به شوهر اجازه میدن. اگه اجازه ندادن چی؟ اون وقت اصلا نمیری. وای خدا مرگم بده. یعنی چی شده؟ محمود آقا جون پاشو بریم. نه ناراحت نباش.
دیگه اومدیم بشین. تمام بدنم مثل بید میلفظه. فکرشو که میکنم باید خودمو به یه مرد نامحرم نشون بدم. از قصه میخوام سکته کنم. سگه جای من بودی چی کار میکردی؟ خونمو داره میخوره. میدونم راست میگی. هرچی باشه مرد غیرتش قبول نمیکنه. پاشو بریم. بریم. بفرمایید. بریم دیگه این چاره نیست. معذرت میخوام. من با ایشونم. نمیشه آقا، معذرت میخوام. من باید همراه زنم باشم. نمیشه آقا، تو اتاق معاینه هیچ کس رو راه نمیدن. من خودم بالای سرشون هستم. نخیر من باید بالای سرشون باشم. نمیشه آقا. آقای دکتر. آقای دکتر. بله. این آقا میخوان بیان تو. نمیشه آقای عزیز، هر کاری یه قانونی داره. بفرمایید خانم. محمود آقا. جون سرمون رو کجا بردن؟ نمیدونم امو، نمیدونم. بفرمایید. شورتتون رو در بیارید. ناراحت نباشین خانم. نترسین خانم جون. آقای دکتر مریض حاضره. بریم بالا بریم بالا بریم بالا. شلوغ نکنیم بچه. دلم بخواست تمام این بچه ها مال من بودن. من اگه یکیشم داشتم محمود بی خود قبول نکردی که عملت کنه. چاره چی؟
مگه نشنیدی دکتر گفت چند درصد خطر مرگ داره؟ مگه تو بچه دارت نمیخواد؟ چرا؟ اما اگه خدای نکرده طوری بشی؟ شدم طوری نشدم عوضش بچه دار میشی. دارم رفتم میتونی زن بگیری و بچه دار بشی. اگه میخواستم زن بگیرم تا حالا گرفته بودم. سرنوشت ما اینه، باید باهاش عادت کنیم. خیال کنیم بچه های احمد همه مال ما هست. چطور میشه؟ سوزن میز او رو بندازین دارم میارمش. خیلی خوب. سلام خانم. الان یه خود مشتمالتون میدم خستگیتون در بره. محمد باره محمد مادر جون مواظب باش لیز از لا حوله نیفته پایین. نه تو هم پوش پوش. اللهم صل علی محمد. مادر این جامو بگیر. یوروجک به چی داری نگاه میکنی؟ جونم مرگ شده حالا دیگه قوره نخورده مویز شدی. بلا بگیری وقتی به ننه هاتون میگیم پسرای بزرگو نیارین همون زمینه واسه اینه دیگه. جهنم. حالا میتونی با اون چشای خیزت نگاه کن. ده نگاه کن خور شده. عجب دور و زمونه شده دردت نرم شه. بلا بگیری الهی. خان بزرگ زاو رو دارم میرم. خب سنگ پای من کن. نه جونم من برداشتم. الهی خیر نبینی چطوری برداشتی که من ندیدم. خیر نبینی همومی لیفو سنگ پام رو بردن و خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. تا دولی چم جهنم لوبو شلیتم رو بردن. خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. تا دولی چه لوبو شلیتم جهنم لیفو قدیفم رو بردن. خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. تا دولی چه لوبو شلیتم لیفو قدیفم جهنم چادر و پیچم رو بردن. خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. تا دولی چه لوبو شلیتم لیفو قدیفه چادر و پیچم جهنم خود قالیچم رو بردن. خیر نبینی همومی تا دولی چم رو بردن. چی که داشتم برده گوشتای تنم رو خورده دست و پامو مالونده قلنجمو شکونده خودمو درسته برده سرسامون تو چرته لون نمیخوام لون نمیخوام لون نمیخوام لون نمیخوام شورته سر سینه هم چطور ده لاگتو ببن زشته مگه بپوشونمش هیکل من سبوده توی همون لخت و پتی موده این طرفم قلون بس اون طرفم سلون بس اینجا ببین چه گوده خیلی نبینی همومی لون خدیفم را بردن. خیلی نبینی همومی لون بچم را بردن. بچه نوزاد را چون بنگری غمگین بود گرچه اطرافش بساط سفره رنگین بود گریه و داد و فغان سر میدهد چون لباسش بر تنش سنگین بود با زبان بی زبانی گوید ای پروردگار گر مرا لخت آفریدی چون بهار
ور از این دنیا بری لخت همچو خار، پس میان این دو قطب زندگی چادر و لباده از بهر چه کار؟ و خیر نبینی همومی تا صدولی چم را بردن، خیر نبینی همومی تا صدولی چم را بردن، تا صدولی چم جهنم جهجه بچم را بردن، خیر نبینی همومی تا صدولی چم را بردن، خیر نبینی ننه سکینه، ننه سکینه چم را بردن، خیر نبینی همومی. بله بابا یه دقیقه بایستا اومدم. انسی خانوم میگم این پسر تو دفعه دیگه با باباش باید بفرستی همون مردونه وا هنوز 7 سالش تموم نشده، چیزی سرش نمیشه. به قد باباش سرش میشه. پس دفعه دیگه باباشم بردار بیار. چشم میارم. برو دم در بشین تا من بیام. بیا بچه تو بگیر مادر. به ننه سکینه بگو بیاد کارش دارن آقا کوچولو. آقا کوچولو منو دیگه تو همون زنونه راه نمیدن آقا بزرگ. ننه سکینه. بله خانم بزرگ. بیا اینم خلعتی زاو مال تو. دست و پنجه شما درد نکنه. ایشالله واسه تو خوش قدم باشه. خانم بزرگ سهم من کو؟ بیا اینم مال تو، ذلیل نشی الهی. ننه سکینه این دخترت خیلی بانمکه. کوچیک شماست. مامی فقط بانمکم خوشگل نیستم. خوبه خوشگلی واسه همه شانس میاره، واسه تو بدبختی آورد. هیچ هم بدبختی نیورده، هر کی خره من پالونشم. خانم جون من از دست این دختره آخرش دقمات میشم. مگه چی شده؟ شما که غریبه نیستین. دختره زیر سرش بلند شده، اینقدر زیر پاش نشستن تا از را به درش تو رو خدا. ننه سکینه بیا اینم بابای بی ارزش، اصلا کلاش پشم نداره. اومدم بابا. بیا این کیسه رو بگی بذار یه گوشه شب بیارش خونه. باز رفت که از این جونه برا از برداشتی اون نارای آوردی؟ گردن کلفته، از سوختون نونوایی گرفتمش، 100 تومن قیمتشه. گوش کن چی میگم، هنوز دندونشو نکشیدم دم دست نذاری. مردشو ریخت تو ببرن با اون مارات. سکینه بیا یه امونتی باباتو بگیر. بده من بهش میدم. چی هست؟ ماره. وای خاک به سرم، از هرچی بدم میاد سرم میاد. گناه داره تو را خانم، دردش میاد حیوان زبون بسته. تمام تنم مورمور شد. تو از مار نمیترسی؟ نه من از بچگی با مارای بابام بزرگ شدم. دست و پا کن شوهرش بده. با این کارا که میکنه و با یه طول سگ آخه کی میگیرتش؟ تازه ادعاشم به عرش میرسه. به قول معروف پایین پایینا جاش نیست، اون بالا بالا هم راش نیست. خانم تو رو خدا به کسی نگیدا، توف سر بالاست. تازگی ها حوثش گل کرده، میخواد بره تو کافه برقصه. خدا مرگم بده، بزن تو سرش آب توبه به سرش بیریز، شوهرش بده. ای خانوم اگه گوش به حرف من میداد دیگه چه قصه ای داشت. بذار به اختیار من خودم درستش میکنم. وا خانم بزرگ میخوایم زاو رو ببری. شماها برین من بعد میام. بیا ببینم خانم خوشگله. ننی تو چرا شوهر نمیکنی؟ حالا کو شوهر؟ خودم واسط پیدا میکنم. زن من میشی؟ آیری خیلی خوب. مادرم میفرستم خواستگاری. باشی اون وقت چی کار میکنی؟ بعد عروسی میکنیم دیگه. یه خونه نه خیر این از باباشم بدتره. دختر پاشو برو خونه کن. چه دو روز زمونه شده. اکبر تو هم بلند شو بریم. یالا برو ببینم. فعلا یواشکی سیغه میکنیم، وقتی شکمت اومد بالا یواش یواش زیر پای تورانو جارو میکنیم. بچه که به دنیا آمد خودش وای نمیسه میذاره میره. اگرم خودش نرفت محمودو وادار میکنم بیرونش کنه. محمود دلش پر میزنه واسه بچه. هیچ وقت مادر بچهشو که خوشگل و بانمک ول نمیکنه، زن 10 سال پیششو بچسبه. خانوم بچه‌شو چی کار کنه؟ اونم بیارش خونه ما. محمود دلش قش میره واسه بچه. نه خیر گولی رو خودت میگردار، من حوصله ندارم. وقتی ریختشون بینم یاد بابای قرمساقش میافتم. خدا مرگم بده خانوم. میبینی دختره چش نداریم بچه طفل معصوم. زن وقتی از پدر بچه خیری نبینه از بچه‌شم خوشش نمیاد. این قاعدش. خب
چی میگی؟ حاضری؟ خانم جون صیغه یا عقدی؟ نه خیر، همینجوری به نقدی. من صیغه نمیشم. اولش صیغه میشی، بچه که به دنیا اومد عقد دائم میکنی، بعدم اولی رو طلاق میدیم، تو میشی خانوم خونه. اگه طلاقش نداد چی؟ بچه که دنیا اومد طلاقش میده، اصلا صیغش سر میاد. یه سال دندون رو جگر میذاری، عوضش خودت و شوهرت صاحب یه بچه میشی. یعنی محمود آقا صاحب بچه میشه؟ آره، برا تو هم از بچه سرایی بهتره. اقلن خاطر جمع میشی، تخم ترکه شوهرته. دروغ میگم؟ نه، اما نمیدونم چرا دلم راه نمیاد. به دلت بد نیار. خودت امشب با محمود آقا صحبت کن تا بیشتر قدر فداکاری تو بدونه. شبی هم که عروسو میاریم اصلا به روی خودت نیار. بگو بخند، مهمونداری کن. ای یار مبارک بادا، شما مبارک بادا. امشب چه شبی، شب مراد است امشب. خانم بزرگ، شما بزرگترین بفرمایید دست به دستشون بدین دیگه. ایشالله مبارکه. مبارک دخترم. الهی به پایم پیر شی. مبارکت باشه مادر. قربون تو برم الهی، ایشالله به پای هم پیر بشیم. خانم بزرگ بیا. خانم بزرگ شما بزرگترین، دست به دستشون بدید. من بزرگتر هستم، اما دلم میخواد توران خانوم بزرگتری کنه. توران جون برو دست به دستشون بده، اخماتم وا کن. برو. مبارک باشه. دیگه خانم بزرگ، مثل این که ما باید دیگه زحمت رو کم کنیم. بفرماییم. نه انسیه، بچه ها تو ضبط و ربط کن. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یالا بچه ها بیرون، زود باشیم بیایم بریم. پاشو تبریک هم بدو. یالا پاشو بینم. بس دیگه، بلند شیم بریم خونه. بجنبیم. تو هم پاشو. بدو جونم، بدو. پاشو. یالا تانتر. پاشو مام جون، پاشو. اما کی زن توش، پس چرا پایزم زن گرفت؟ چرا زن گرفت؟ این فضولیا به تو نیومده. برو بریم. بیا بیرون، خجالت بکش. نه تو بزرگ میشی چند تا زن میگیری؟ من اصلا زن نمیگیرم، من 2 تا شوهر میکنم. تو غلط میکنی. زن نمیتونه 2 تا شوهر داشته باشه، اما مرد میتونه 2 تا زن بگیره. چرا؟ مگه شر هرته؟ این حرفا به شما فسقلیا نیومده. گمشین برین خونتون ببینم. مرد گنده، تو خجالت نمیکشی؟ کاش که تو هم بچت نمیشه. خیال نکن منم مثل توران خانم میرفتم واسط زن میگرفتم. یالا بیرون. برو بیرون. شما پس چرا نمیای؟ آقازادتون حوث تجدید فراش کرده. احمد بله. از بچگیشم هیز بود، تخم و ترکشم به خودش رفت. ناراحت نباش.
ناسلامتی مادر عروسم، بلکه بچم یه چیزی لازم داشت. دختر شب عروسی تو حجله هول میکنه. دختر نه بیوه زنی که یه شکمم زاییده باشه. برین کنار خانم بزرگ. چی رو بخوای تماشا کنی؟ همونی که تو میخوای، همون چیزی که تو میخوای ببینی. من حق دارم ناسلامتی مادر عروسم. منم مادر دومادر. تو هم برو زیر خود بینم. مروجه تو چرا نمیخوابی؟ انسیه بیا چی میگی؟ یه کاری کنیم بچه ها زودتر بخوابن. داره مرمورم میشه. بکف آنتونیک خفه شدم. بگیریم بخوابیم. اینقدرم گول نزنیم. یالا دیگه. این زیپ منو باز کن بینم. ای بچه ماما اینا لاف هرومم میکشن. مگه لاف مال توه؟ نه خیر، فقط مال خودته. این لحاف مال همتونه. حالا این گذاشتم همه بخواب. من لحاف ندارم. چی کار میکنه ماما؟ جونم مرد شدی چرا همچی میکنی؟ بگو بخواب. مگه نگفتی لاف مال هممونه؟ من میخوام سهم خودم رو وایستاده بخوابم. چی الهی مردم آسا. بخواب. احمد آقا این بچه ها رو مواظب باش، من الان برمیگردم. برو تو صندوق خونه منم میام. خجالت بکش، طول سگت داره لگد میزنه. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نه خانش پسر. آخه نوبتیم باشه نوبت من خانم خدا بزرگ. مرگم بده. نگاه چه میکنی؟ خبره دستو بکش. ببینین خانم بزرگ. خانم بزرگ میکنی یا دستتو بکش ببینم چه خبره. همینو کم داشتیم نگاش کنیم. با شکم پر خجالت نمیکشه. والا من خیال کردم توران خانومه. تو اینجا چی میخوای؟ همون چیزی که شما میخوای. بس دیگه. بس قلنجم شکست. بعده بابا دنده هم خورد شدن. خوبه که شوهر داره. اینجا چی میخوای؟ برو به شوهرت برس. واسه تو عیب. برای من عیبه، برای شما خیره. برین که من که ازم گذشته خانم بزرگم شوهر ندارم. من ازم نگذشته شوهرم دارم. اینا رو میخوام تماشا کنم. منم نمیخوام تو تماشا کنی. چه خبره؟ چی میخوای شما اینجا؟ مبارکت باشه الهی. الهی که قربونت برم من که انهو پدر خدا چه بیام. تروفیز. خدا رحمت کنه پدرتو. ننه چطور شد؟ شطور رو کشتن؟ چه میدونم؟ من اصلا بدبختم. بهت دست نزد. چرا؟ اما گفت شب اول باید تو اتاق زن اولم بخوابم. دیدی که رفت. دوران تو میدونی که چقدر من تو رو دوست دارم. تو خودت اجازه دادی، خودت رفتی خواستگاری، خودت ما رو دست به دست دادی. من یه موی گنده تو رو با 1000 تا مثل سکینه عوض معنی داره. ما تا دیده بودیم اینجورشو ندیده بودیم. دختره داره واسه دل راست میگه خانم بزرگ، شما پادر میونی کنی. بچه که نیست برم گوششو بگیرم. از اولشم به شما گفتم دخترت باید 2-3 ماه دندون رو جیگر بذاره. محمود زنشو دوست داره. چه حرفا؟ مگه دختر من زنش نیست؟ اینم باز دوست داشته باشه. شب اول که این بلا رو سرش میاره بعد از بابا ما میخوایم بخوابیم. تو حالا ونگنگ بچه نمیذاش، حالا هم سر صدای شما ها. امشب اگه به خاطر سر جاش بخوابه کاری میکنم کارستون خون به پا میکنم. جواد آقا بیا کمک کن، یه وقت خون به پا میشه. مگه چی شده انسی خانم؟ محمود آقا حاضر نیست. بره پیش عروس بخوابیم. چرا از جواد کمک میخوان؟ بیبارو تو ببینم چه خبر شده. فامیل باید به فامیل کاری نداره پاتو از در بذاری بیرون. آزاد به سره ولم کن بابا. هر کی 2 تا زن میگیره قاعده و قانونش هم باز یاد بگیره. شماها اگه نمیگین من خودم میگم. خیالتون رسه میتونین دختر معصوم منو دقمر کنین؟ به من میگن ننه سکینه نه برگ چغندر. حالا حالیتون میکنم. ننه سکینه پاش بیا بیرون. امشب اگه تکلیف تو روشن نکنی تو ابد کمکت لنگه. پاش بیا بیرون. انگار نوبرش آوردن. محمود آقا، محمود آقا، آی هوار چیه؟ چه خبره؟ تو داد و فریاد را انداختی. الان همسایه ها میریزن رو پشتمون. ما آبرو داریم زن. مگه ما آبرو نداریم؟ فردا اگه بفهمن دوماد دختر منو گشته تو حجله و رفته چی میگن؟ خب میگن که بگن. بیا بیرون.
بیرون ببینم. مرگم بده چه خبره بابا؟ این چه علم چنگه یه راه انداختی؟ من اصلا تو این خونه نمیمونم ننه. عروسی رضایت دادم، خودم کردم که لعنت. خیلی خود بسته دیگه. چطوری دختر نازنینم و بدبخت. چی شده انسی؟ هیچی. محمود آقا از حجله اومده بیرون، عروس قهر کرد. اول گفتم دخترم چی شده؟ به نظرم دیما تو زدش در اومده. همینه که هست. میخواین بخواین نمیخواین نخواین. اتاق خواب من اینجاست. محمود آقا بیا بگی بخواب. مگه با همومی هم میشه دهن به دهن گذاشت؟ همومی خیلی دلتون بخواد. دختر من 1000 تا خواهون و خواستگار داشت، همه رو رد کرد اومد سر همون. محض گل جمال خانم بزرگ بود که تم به این کار دادم. بیا بریم. شاید کمک من لازم باشه. مسجد حرومه بریم ببینم. ننه محمود خدا رو خوش نمیاد شب اول عروسیشه. بیا سکینه جون، بیا دست شوهرتو بگیر و ببر تو اتاقت. صبر کنین. توران خانم خانم بزرگ تو رو خدا شما یه چیزی بگیر. یه دقیقه دندون رو جیگر بذار. توران من نمیخوام تو ناراحت بشی. فقط امشبو به من اجازه بده. از فردا شب یه فکر اساسی میکنیم. اجازه میدی؟ ناراحتی؟ من که چیزی نگفتم. دلم میخواد بگی. بگو برو. ننه محمود بیا برو بگیر بخواب. برو گریه نکن دختر، همه چی درست میشه. یه خوردم به فکر دختر بیچاره من باشی. این بیچاره امشب عروسیشه، از حق نباید گذشت. خانم بزرگ بالاخره راضی شد بره تو اتاق دختر من. تو شب عروسیته، حقته. نگرانم. اما آخه اونم زن اولمه. دوستش دارم. نمیخوام چشماشو پر از اشک ببینم. تورم نمیخوام اینجوری دیگه ببینم. مادر چه آشی واسش پختی. تو اتاق اون بره این گریه میکنه، تو اتاق این بره اون گریه میکنه. عین ترازو. این کفه بره پایین اون کفه میاد بالا، اون بره بالا این میاد پایین. مگه خودش وسط شقه کنه اونم که نمیشه. اینطور نیست ننه. مرد اگه عاقل باشه میتونه هر دو رو راضی میگرد. قدیما 4 تا زن عقدی میگرفتن 10-20 تا سیخه، همچین رفتار میکردن که صدا هیچ کدوم در نمیاد. مرد باز عادل باشه و با عدالت رفتار کنه. من عدالت رو رعایت میکنم. از فردا شب هر سه توی اتاق میخوابیم. یه تخت خواب 3 نفره سفارش میکنم. بله تخت خواب 3 نفره؟ بله به اندازه 3 نفر جا داشته باشه. با خانم بچه هم میخواین بخوابی؟ نه بچه که من هنوز ندارم. فهمیدم. دوست دارین قلط و قلط بزنین. شما تهرانی هم عجب اختراعاتی میکنین. فرمودید طول و عرضش چقدر باشه قربان؟ طولش به اندازه همه تختا، عرضش به اندازه 3 نفر. آها یعنی به اندازه 2 نفر. یکی هم جای قلط و قلط باشه بله؟ نه آقا جون به اندازه 3 نفر کامل و بالغ. ببخشینه خوب دستگیرم نشد. فرمودید اولاد که نداری؟ نه خیر. شما و خانم این 2 تا. نفر سوم کی باشه نقد؟ چرا اصول دین میپرسی آقا جون؟ نفر اول خودم، نفر دوم و سوم هم زنای من 2 تا زن دارم. خب این تخت که حاضر میشه؟ چند در میاد واسه ما؟ بله آقا با شما هستم چرا ماتت برده؟ بله متوجهم. بله داره حالی میشه. به چی فکر میکنی؟ تو فکر خودم بودم. ببینم ستایی روی تخت خوابیدن. نه هنوز نخوابیدن. بزنم بچه نمیای بخوابی توران خانم؟ توران خانم اومدم.
سکینه خانم برای شما هم جا هست. وای مرد شور. جواد 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 چیه؟ چطور شد؟ هنوز هیچی. پس چرا تو نمیای؟ من نمیتونم میونه 10 تا چشم پلو شوهرم بخوابم. 10 تا چشم کجا بود عزیز دلم؟ به غیر از چشم من 2 تا چشم دیگه هم اینجا هست که تو باید بهش عادت کنی. اونم باید به چشم تو عادت کنه. ظلم به سویه عدله. اونو نمیگم که اونجا الان 10 تا چشم پشت این درا دارن ما رو نگاه میکنن. یعنی چی؟ خجالت هم نمیکشن. این کارو چه معنی داره؟ هر کی پشت در وایساده ما رو نگاه میکنه بی ایمونه، مذهب نداره، خدا و پیغمبر نمیشناسه. تا 3 میشمرم. اگه صدای پاتون رو نشنفتم که دارین میرین به ارواح خاک پدرم هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. 1 2 3 یالا دریم. یواش. دیدی؟ جذبه رو دیدی؟ رفته. تقصیر خانم بزرگ. تقصیر خود برو تو اتاقت خجالت میشنون. اینقدر داد نزن. صداتو میشنون. سی خانم اینقدر جیغ نکش. دوباره اومد شد. بیا بگی بخواب. توران بود؟ نه به نظرم سکینه بود. محمود بود. ما تا شنیده بودیم عروس تو اجدا جیغ میزنه. لابد وقتی عروس 2 تا باشه دوماد باید جیغ بکشه. اصلا شما 2 تا چرا نمیرین به شوهراتون برسید؟ یالا بودین. حالا نمیشه منم دید بزنم. برو بابا برو به شوهرت برس دید بزنم. چی؟ برو خجالت بکش سر. خانم بزرگ احمد آقا نیست. شاید قاطی بچه ها خوابیده. نه من همه جا رو دیدم اصلا تو اتاق نیست. پس کجا رفته؟ گمونم و خدا مرگم بده. من رفته زیر تخت. از کجا میدونی؟ دیشبم رفته بود. خدا مرگم بده. بیبری ببینم. بیاری. که؟ منم مادر. یه دقیقه در واکن کار واجب دارم. واکن مادر. بله.
برو که چی شده؟ بیا چی شده؟ مرد شورتو ببرم بیا کنم خاک بر سر خجالت داره مرد گنده 8 توله پس انداخته هنوز دست بردار نیست حالا خوبه نصفش زیر زمینه شده یلا بیا 2 ساعت همه خونه رو زیر رو کردم آقا تو هجله قایم شدن تازه به جاهای باریکش رسیده بود نذاشتی سیاحت کنم باید مو به مو برام تعریف کنی اونا چی کار میکردن همه چی رو باید برام تعریف کنی بچه ها خوابن آره خوابیدن بریم آی 2 ساعت دولا وایسادم کمرم خوشت خوابیدن میگم خانم بزرگ چرا دور زمونه اینجوری شده چه میدونم والا میگن از این روغن نباتی ها بتون کاکل زری خلعت زاو چادر زری هر کی حسودی بکنه بهش میگن بر پری عوض این حرفا بیا یه خود به دخترت بریم خوش ننی پاشو بریم دراز بکش آخه چرا اینجوری بیتابی میکنی مادر بریم بیا گلی جون طوری نیست مادر باز خوشحال باشی آی ماشالله قربونت برم الهی ننه برو بالا گلی جون بیا مامانو بوس کن بودو بوسش برو گم شو حوصله ندارم دارم میمیرم سکینه خانوم خدا رو خوش نمیاد یه هفته از شما رو ندیده من چیکار کنم بره لا دست بابای قرم ساقش نخور برات خوب نیست ننه برو بالا قربونت برم مامان منی دوست نداری عوضش من تو رو دوست دارم تو که مامانم نیستی دلت میخواست من مامانت باشم محمود آقا همینجوری نشستی چیکار کنم باشم وایسم سلام علیکم ایوا خاک به گورم اینقدر ذوق زده شدم خانم بزرگ که یادم رفت سلام عرض بکنم عذر میخوام باز ببخشین محمود آقا مشت و لقت چیه مگه چی شده مگه ندیدی دخترم عق میزد خب حامله شده دیگه آره نه همچینم معلوم نیست شایدم سردیش کرده باشه بیا این چای رو بگیر بخور دست شما درد نکنه این حرفا چیه خانم بزرگ؟ مگه دفعه اولمونه که این چیزا رو میبینی؟ بچه خوره جواد باشه صبونتو خوردی؟ این بچه رو بگیر بذار یه لقمه سالم از گلون پایین بره من حوصله بچه داری ندارم ادارم دیر شده
وای پناه بر خدا. خداوند عالم ببین نعمتو به چه کسانی میده. بدش من بمیرم بدش من. تو مادر. مامانی خب به طور خدا تایه مهربون تر از مادر نشین. بچه رو بدین به من. پاشین بریم به نعمتی که خدا به خودتون داده برسین. محمود آقا وای ننه چه بچه قشنگیه. چرا نمیره پیش مادرشون؟ دوستش نداره. خاک بر سر گل به این قشنگی رو نمیخواد. بدش به من میخوام. بیا گلی تو. مامان به تو میگی ماما؟ بچه از هر کی محبت ببینه همون مامانشه. آره گلی جون مامانو دوست داری آره؟ محمود آقا پشیمون شدم که اون بچه رو نیاوردیم. ای کاش می آوردیم. وقتی خودشو به من میچسبونه دلم ضعف میره، مثل اینکه گوشت تنم باهاش یکی میشه. حالم طوری نشده. خیال میکنیم که 2 تا بچه داریم. بیا بغل بابا گلی جون. بیا قربون اون لبای خوشگلت برم مامان. خداحافظ. خدا به همراهت. خداحافظ شما. خدا به سلامت. شما به محمود آقا حالی کنین که زن آبستن دل نازک میشه. یه خورده بیشتر ملاحظه سکینه رو بکنن. دیگه میخوایی چی کار کنی؟ بچم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برای هر 2 تا زنش فراهم کرده. میگم یعنی تا وقتی سکینه آبستن شبا تنهاش نذاره. ده اونا که هر 3 تا تو یه اتاق میخوابیدن اومدی گفتی نمیشه، باید اتاقشون جدا بشه. خودت اومدی معین کردی یه شب پیش این بخوابه یه شب پیش اون، حالا باز دبه در آوردی. من که از روی رفتم. خداحافظ. مادر من رفتم. به سلامت ما. دیرم شده. محمود آقا از امروز باز بیشتر مواظب سکینه باشین. زن آبستن دل نازکه ها. اگه هرس و جوش بخوره با بچه خودتون کج کوله در میاد. میدونم مادر توران خانم قدسی خوب گوشاتون رو واو کنیم ببینین چی میگن. از امروز باید مواظب سکینه خانم باشین. میخوام یه کاری بکنین که آب به دلش تکون نخوره ها. مخصوصا یادتون باشه که نباید عصبانیش بکنین. خدا برات خوش بخواد. قدسی خانم جون بچه تو برو. شنیدی چی گفت؟ قرص سر جاد بشین. دیگه توپ هم نمیتونه داغونت کنه. حالا پاشو برو دنبالش و ازش خداحافظی کن. پاشو تا نرفته. یادت باشه اخم و تخم نکنی یا بدو مادر. بخند و برو. اون هاشش هنو نرفته. بدو موهاتو تکون بده و بخند. تو ندو یا نه محمود نهار چی میخوری برات درست کنم؟ محمود آقا بله خانوم میگن نهار چی میخوری؟ هر چی سکینه خانوم میلش بکشه. تو چی دوست داری؟ من قرمه سبزی. 1 کیلو گوشتی که دیشب خریدم همشو بریزین تو خورش یادتون نره. سکینه خانوم باید قوت بگیره. توران خانوم خداحافظ. گلی جون بیا بغل خودم. گلابتون کاکل دری شاکره دری حسودی بکنه بهش میگن ور بپری. سکینه خانم اینا دست شما رو میبوسه. وا بدی من بشورم. بچم با شکم پر مگه میتونه دلار راست بشه؟ مگه محمود آقا نگفت یه کاری بکنین آب تو دلش تکون نخوره؟ یه استکان شستن که اینقدر بگو مگو نداره. ما 9 ماهمون بود 3 من برنج آب کش میکردیم. این کارا با زن خونه است. مگه سکینه تنها زن این خونه است؟ مقصودت به کیه؟ قدسی که زن بچه شیرده است. توران خانومم هم بزرگتره هم داره نوه‌تو نگر میداره. منم که ناسلامتی بزرگ خرم. پس میمونم من خر بارکش خونه. پس بفرمایید کلفت آوردی. نه خیر عروس آوردیم که زیر بالمونو بگیره. برو ننه اصلا نمیخواد بشوری. به تو چه مگه کلفتی؟ یه کاری که پاشن دم سابیده. ننت یه عمر تو عروسی و عزا تو خونه من کار کرده. یادت نره که ننت دلاک حمومه. 20 سال سر و تن همه ما رو شسته. 20 سال دیگه هم باید بشوره. بله هرچی هست که الان مادر زن ارباب این خونه است. از هیچ کدومتونم کمتر نیست. آها. ننه سر به سرشون نظر. بس خانم بزرگ
خیال نکنی تخم پسرمو تو شکمت کاشتی. هر غلطی که دلت بخواد میتونی خانم بکنی. بزرگ ولش کنی. حیف شماست که دهن به دهن این همومیا میذاری. اگه 100 تا شکمم بزایی پسرم یه موی گندیده این زنی نجیبشو با 100 تا لگوری مثل تو عوض نمیکنه. مادر فولادزر پیر سگ بگم پشت سر این عروس نجیبه چی گفت؟ خجالت دیگه خجالت احترام بزرگتر واجبه. خانم بزرگ جای مادر منه، هر چی گفتن حق داشتن. حیف که پای محمود در میونه و الا لنگ تو میگرفتم مثل خدا عصبانی میشی. خانم بزرگ قلبتون خطر داره. آخه اون که آدم نیست. خوبه ننه برم کن. بودن ساختمانتو ببند. ماشاءالله تون بشه خانم بزرگ. محمود آقا اون همه سفارش کرد هنوز نرفته یادتون رفت. برو کنار بینم. اینا حرفای خودشون هم یادشون میره. وای به حرف یکی دیگه. تره آوردم قاطق نونم بشه قاتل جونم شد. این نعل خرسیای بندریه. پندری نه بندری. این نعل تو آتیش میکنی رو آتیش غذا میپزی. اینم انبر نثارایه. یه قاشق مربا خوری میریزی تو همون غذا. اسم و کس که با سیابخت بشه نیت میکنی و این بردم میخوانی. میکائیل، جبرائیل یا ابا مره غذا رو هم میزنی. او وقت او کس که با سیابخت بشه میشه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. مولا قدم شما خوش آمدین. مشرف فرمودین. از یه طرف باید خودتو هر چی میتونی تو دل محمود آقا جا کنی، از یه طرف هم باید با جادو و جنبل اونای دیگر رو از چشش بندازی. برو تو برو. این نعل خوشبختی مادر. به چه درد میخوره؟ اینو میذارم تو آتیش، روشم خورشت قرمه سبزی رو میذاریم. انبر نثارا هم میریزم تو خورشت قرمه سبزی. همجور که این دید جوش میزنی دل محمودم باز تو میجوشه. این برای مهر و محبت دختر جون. در دیگه برد برم. در دیگه برد. بسم الله الرحمن یا میکائیل حق پامره یا جبرائیل قنزوجه یا ابامره. توران خانم نهار حاضره؟ شوهرت اومد. پاشو برو پیشوازش مثل پروانه دورش بگرد. بلند شو بینم بلند شو. یادت باشه موهاتو تکون بدی و لبخند بزنی. تو کجا میای؟ بدو برو خودتو شیرین کن. نذار از غذای اون بخوره. خانم بزرگ من از این حقه بازی بلد نیستم. چاره ای نیست برو. بسم الله الرحمن الرحیم به حق میکائیل. سکینه خانم نهار حاضره؟ بله محمود آقا امروز یکم دیر کردین ها. دیگه داشت کم کم دلم شور میومد. من همیشه همین موقع میام دیگه دیر کرده. وای چته مامان جون الهی قربونت برم. چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ مثل که امروز خیلی خسته شدی محمود آقا. بدینش من. سلام خانوما. ناهار امروز و مادر زنتون پخته. چی پخته؟ پلو خورش قیمه. سلام علیکم. بفرمایید. نهار حاضره. خانم بزرگ امروز زحمت کشیدن با دست خودشون واسه تو قرمه سبزی پختن. بفرمایید. نه خیر محمود آقا امروز میخواد تو اون اتاق غذا بخورن. سکینه خانم چرا لجبازی میکنین؟ محمود آقا 10 ساله تو این اتاق نهار میخورن. بفرمایید محمود آقا. خب 10 سال تو اون اتاق نهار خوردن، حالا یه روزم میخوان تو این اتاق نهار بخورن. بفرمایید محمود آقا بفرمایید. چه خبر علم شنگ را انداختی؟ هر خونه یه قاعده ای داره. سفره خونه ما اینجا. سفره خونه شما اونجاست. پس تشریف ببرین نهارتون رو میل کنین. دختر من با شوهرش میخواد تو اتاق خودش نهار بخوره. دختر شما با مادرش میتونه تو اتاق خودش نهار بخوره، اما پسر من باید با مادر و زن اولش نهار بخوره. لب بود که دندون اومد. خانم بزرگ میگم ما اصلا بی خود هرس و جوش میخوریم. ببینیم خود محمود آقا کجا نهار میل میکنن. محمود آقا این اتاق نه؟ محمود آقا نه این اتاق نه اون اتاق و یمنعون الماعون. امروز تو اتاق مادر بزرگ نهار میخوریم. بدو بدو. باباری دوست داری؟ دوستی دارم. بخوریم این خانوما رو.
خیلی خوشبختی تو بغل بابا جون نشستی. گلی خانم. گلی پاش برو تو حیاط. محمود آقا رو اذیت نکن. به همه مثل کنه میچسبی. تو گلی نقل و نباتی، گل گلابی. بفرمایید. امروز چه خبرتونه شما ها؟ مهمونی هفت دولته؟ یه سفره این ور یه سفره اون ور، این قرمه سبزی پخته، این پلو خورشت قیمه. بفرمایید 2 تا زن 2 تام سفره. 2 جورم پلو خورش بد نمیگذاره که محمود آقا. خدا بخت بده. توران خانم. بله خانم. بیا بگیر. توران باز مثل پروانه دورش بچرخه. سکنه ننه بیا بگیر. برو خود تو جا کن، بهش میدون ندیا. بفرمایید. خوشگلا. آهای خالص که چرا جای مامانت نشستی؟ الهی من دورت بگم. بعد بابا جلوی اینا بشین پایینه. گل جون بیا اینجا بشین. بادو بیا اینجا بشین. بادو بیا بشین بابا. این چه اون مامانه؟ نه بابا برو پایین بینم. این زانو هر دو چای گلی خانومه. گلی خانوم خوشگله. بیا خوشگله گلی خانومه. بفرمایید سر این سفره. مگه سفره با سفره فرق میکنه؟ بفرمایید سر سفره خودمون. اگه فرق نداره پس چرا اصرار میکنی؟ بفرمایید نه خیر سفره خودمون. ایوا صبر کنیم بابا. حالا دیدی محمود آقا. صبر کنیم بابا صبر کنین. من الان درستش میکنم. الان سر هر دو سفره نشستم. امرو از دستپخت مادر زنتون میل کنیم ببینین چی کرده. دستپخت مادر خوشمزه تر از مادر زنه. پس اونای دیگه کوشن. خانم جان مادرت چه نمیاد؟ ننه قدسی کجاست؟ با جواد آقا رفته بیرون چلو کباب بخوره. بچه قدسی خانم بیدار شده. توران خانم بیاین بهش برسیم. من میرم بهش میرسم. شما به اون چی کار داری؟ خانم بزرگا چرا تشریف نمیارن؟ نه من یه خورده سردلم سنگینه، نمیتونم نهار بخورم. به نظرم ثقل سرد کردم. خب شما تشریف بیارین. من اصلا اشتها ندارم. جون شما وقتی آشپزی میکنم و بوی غذا سیر میشم. شما بفرمایید نوش جون کنید. سکنه گوشتاشو بریز واسه محمود آقا. توران جون زود باش. بفرمایید. چرا شما همچی میکنین؟ یعنی چه؟ عوض این حرفا یه بشقاب واسه این بچه طفل معصوم بکشین. گلی با عیزم غذا خورد. منه اینو بگیرش. یه جوری به خوردش بدیا. ننه محمود یه دقیقه بیا اینجا. از اون قیمه نخوری ها. واسه جادو جنبر کردن. اون افریته با مادره. لب نزنی ها. شما چرا واسه خودتون غذا نمیکشین؟ شما بفرمایید ما میکشیم. نه خیر فقط قیمه. خودشون خورش قرمه سبزی دستور دادن. واسه خاطر شما گفتن همه گوشتا رو بریزیم توش. قربون دستتون. من از قرمه سبزی شما میخورم، اما بذاریم محمود آقا از این قیمه میل بکنن. اگه بلج بازیه حتما باید قرمه سبزی میل کنن. دیگه بزرگ زحمت کشیدن بهشون بی احترامی میشه. تو پس چرا واسه خودت غذا نمیکشی؟ من یه خورده حالم خوب نیست، برنج خالی میخورم. شما بفرمایید. اگرم میخواین این قرمه سبزی بخورین اول باید یه قاشق از قیمه عیزم بخورین. بعد حالا اگه اول قرمه سبزی بخورم بعد از قیمه عیزت بخورم نمیشه؟ نه دیگه حتما باطل میشه. چی باطل میشه؟ من چه میدونم، از سکینه خانوم بپرسی. چی باطل میشه؟ من کی گفتم باطل میشه؟ توران خانوم گفتن. بفرمایید. مگه من نینی کوچولو هستم که قاشق دهنم میذاری؟ اگه بو چی میده؟ بوی چی میخوایم بده؟ قیمه است دیگه. لابد بوی ادویه‌شه. بفرمایید. تو رو خدا این قدم ناز نکنی. نه صبر کن. یه ریزه اینو بو کن. بوی پهن میده. ریزه بو کن. به آدم حظ میکنه. مال شما بوی پهن میده. بفرمایید محمود آقا. نه نمیخورم. اگه بوی پهن میده پس چرا میخواستی بخوری؟ بفرمایید. نه حالا نمیخورم بعدا.
ببینم این بوی پهن نمیده؟ نه. پس بوی پهن نمیده؟ نه. بسیار خوب. پس قاشق اول خودت باید بخوری؟ همه شدم انداخت توی حیات. وای ماشاءالله تو باشه داشتم خفه می شدم. قاشقو می چپونیم بی خلق آدم میدونین که من حالت دلاشوبی دارم. بفرمایین. معذرت میخوام، ببخشید. اینو خودتون میل بفرمایین، اصرارم نکنین، من لب به این غذا نمیزنم. اصلا حالا که همچی شد از اونم نباید بخوریم. وا چه حرفا. خیال میکنه بزرگتر این خونه شده، از این نخورین از اون بخورین. بفرمایین. به نظرم یه خورده دیگه جای خودشو قرص ببینه برای نفس کشیدنم باید از خانوم اجازه بگیریم. همینه که هست. میخواین بخواین نمیخواین نخواین. این قرمه سبزیتونم واسه دم چاهک خوبه. واه واه واه. حالا خوب شد؟ زنی که خجالتم نمیکشه. این صدای چی بود؟ باره بابا چی شد مادر؟ سب کن من الان درستش میکنم. خدا مرگم بده. باره عقب اینم. خدا رو سر قیمه اونو نخور. امروز نهار نون پنیر میخوریم. حالا تو چرا اینجا نشستی؟ باش بار تو اتاقه. میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. کیه بابا؟ اومدم. انگار سر آورده. چه خبره؟ سلام عموم هست. علیک سلام. آره چیه چی کار داری؟ عموم کار دارم. خیلی خوب چی کار؟ مامانم گفت در گوش عموم بگم. وا بفرمایین. اگه فردا شهریمو ندم از مدرسه بیرونم میکنن. خب به ما چه؟ برو بابات بگیر. مامانت غلط کرد. اون موقع که عمو جون جور شما رو میکشید گذشت. حالا 2 تا زن داره پس فردام طول سگیش به دنیا میاد. هری غلط کرده. نصف اون خونه مال منه، ارث باباست. پولی که محمود میده بابت کرایه خونه است. گریه نکن جونم، فردا میرم پدرشونو در میارم. اینجوری گریه نکن. ببین شب جمعه چطوری زندگی ما رو سگ کردن. بچه ها خوابن. آره یواش بچه اینجا خوابیده. الهی من قربون تو برم چشم فرشته ها فرشته طوری. واه چرا حالی نیست. تا یه ما دیگه خبری نیست. مرد شور زندگی رو ببره. تا یه ما بعد از زایمان خبری نیست. بعدم که فلفور حامله میشی تا 9 ماه خبری نیست. من برعکس داداشم باید برم یه زن نازا بگیرم. نه جونم بهتره بری خودت اخته کنی. فکر ننم اینه بذار جلوی محمود آقا. بفرمایید. بیا بخور اوقاتت شیرین بشه. بیا اینم قند. دخماتو با کن دیگه. سکینه خانم در میزنن. وا معلوم نیست چش هست. درد بچهشه. دکتر به من گفت زن در موقع حاملگی زود از کوره در میره. چاره نیست. این 7-8 ماه رو باید یخت ملاحظه‌شو بکن. درد سر اینه که هر چی ملاحظه‌شو میکنیم بدتر میکنه. چه میدونم والا. اینم قسمت ما. الان بابام حساب همشونو میره. بابا کوچولت نمیرسه. فکر میکنه قدش. چه عجب انسی خانم. چه عجب که بیرونم نکردی. سلام علیکم. بچه سلامتون کو. بابام گفتی سلام نکن. بدینش به من. نه خیلی لازم نکرده. ایوا سلامتون. سلام. صبر کنیم ببینم چی شده. اما چته؟ چرا با جنجال رو انداختی؟ این خونه همین امروز باز فروخته بشه. باز چیه؟ به سرت زده؟ نه خیر جناب عالی به سرتون زده که تجدید فراش فرمودین. فضولی موقوف. هیچ درم نمیخواد که کوچیک‌ترا به کار بزرگترا دخالت بکنن. منم هیچ خوشم نمیاد بچه‌مو از خونه پدریم بیرون کنم. کی جرأت کرده بچه تو رو از خونه بیرون کنه؟ کی بیرونش کرده؟ زن داداشم. توران خانوم؟ سکینه خانوم. سلیت خانوم. سلیت خانوم؟ سکینه خانوم؟ بله من بیرونش کردم. خوبم کردم تا چش فضولم کورشه. الان لنگشو جر میدم. شما غلط کردین. اصلا غلطون کرد که بچه‌شو فرستاد در خونه مردم. گدایی. گدایی؟ بله گدایی.
دایی بازم حسین قلی خانی کسی شد که آه نداره با ناله سودا کنه غلط میکنه این همه تور سگ پس امسی منو بلند کن یا کشیده بذارم زیر گوشه این نصف بیایا این خونه مال شوهر منه. اگه نمیدونی بدون همومی جد آباد گدا. همه میدونن که از دعات آوردن تو این خونه کلفتی تا اینجا هم کچل بوده. بعد به من میگی دهاتی همومی؟ به من میگی همومی دعاتی. بیایی به دست کن پاشو برو جلوی زن سلیطت رو بگی الهی به الان جرش میدم. کیو جر میدی؟ تو رو جرش میدم. چی شد مادر جون؟ چی شد؟ دختری اگه یه جو غیرت داشتی از این خونه مینداخت میشه. این خونه فریده به شوهر من چیکار داری؟ ولش کن. ببین با برادرت چیکار میکنه. اون بچه رو بدش من ببینم. بیا بگیرش مواظبش باش. شما بیا ببینم. بدش. بیا خریدش به من بیفتم. تو برو به داد اونا برسی که جاش جا نمیزنه. جد آبا بیا کنار. بیا کنار این میکنم مادر. محمود آقا الان بچم بیفته. بابا اینجور نزنینش. بچه تو چون میشه اگه به این رحم نمی کنین به بچه من رحم کنین. منو بزنید بزنینش بابا بچه دیگه. جواد آقا بیا سوارشون کن. بابا بل خجالت برو شلنگ آب رو کن. برو آب رو کن. نزنید. بسته نمیخواد دیگه. ولش کن برو ببند بدو. خدا جونم. محمود آقا جونم میخوان منو بکشن. میخوان بچه‌تو بکشن. همشون از این خونه بیرون میکنن. میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. تو این خونه یا جای منه یا جای اینا. دیگه اینجا یه دقیقه وای نمیسم. میرم خونه بابام. اگه منو میخوای باید اینا رو بیرون کنی. اگه بیرون نکنی مرد نیستی. معلومه منو نمیخوای. بچه توی شکممو نمیخوای. به خاطر این بچم که شده این خونه رو با آتیش میکشم. همتون رو نابود میکنم. بیچارتون میکنم. نابودتون میکنم. همتون رو میکشم. خدا مرگم بده. نه ترس جونم. قربون خدا برم که تو فرشته رو به این افریته داد. برو قربونت برم نازه جونم. گیری نکن. ناراحت نباش. سلام بابا جون. سلام. چرا همچی میکنی؟ چرا بیرشون کردی رو زمین؟ نیست این زبون بسته ها که به کسی کاری نداره. نیشاشونو کشیدی؟ آره.
اولای شمک تو مردی. راستی یادم رفته بود، مواظب این کیسه باش، مار آتیشی توشه، لینگه اینه دندونشو نکشیدم. پدرسک زهر حلاهل داره، به شطور بزنه خاکستر میکنه. چی شده؟ باز دعوا کردی؟ چرا پیرنت پاره شده؟ همه اهل خونش رو ریختن سر من. عزیزم کجاست؟ رفت رو پشت اون رخت بند کنه. مگه شوهرت نبود؟ چرا؟ اما اونا یه ایل بودن. برو عزیزمو صدا کن، ستایی بریم حسابشونو برسیم. نه بابا، همون تو و ننت بریم بسته. من که اهل دعوا مرافع نیستم. میگم بیا ماراتو بریزیم تو جونشون. نه بابا جون، این کار جرم داره، آدمو میندازن زندون. بدبختی من اینه که بابا ننهی درست حسابی ندارم. بدبختی تو اینه که جنست خورده شیشه داره. بچگیت هم تخص بودی. قربون شما ایوونای بیازار که تا دمتون لغت نکنن آدمو نیش نمیزنید. ده تقصیر خودته، زود شروع کردی، طول سگ و زمین میذاشتی بعد میتازوندی. الانم ننه جون بهتره کوتاه بیای. من دیگه نمیتونم تو اون خونه برم، اگه برم همشون رو جیر و باجر میدم. خیلی خب بیا با هم بریم. تو اصلا حرف نزن، وقتی رسیدیم یه راست برو تو اتاقت، باقیش با من. از اولش هم باز واسه تاکسی 2 سره اجاره میکردم چون میدونستم نرفته بر میگردیم. اون از اولی، اینم از دوم. همه شانس منه، نیافتی مواظب باش. چادرتو جمع کن. بهت گفتم پا رو دومشون نزار، گوش نکردی. اصلا زن آبستن که از این کارا نمیکنه. غلام حسین. بله. بیا برو بالا پشت بوم، همونجا بیشین. رختا که خوش شد جمع کن، باد نبره ها. ننه جون وایسا چادرام سرم کنم بریم. چیه ننه؟ یادت باشه چی گفتم ها، حرف نزنی، بی خودم کلنجار نریا. بریم. خدایا چه بدبختی. اخماتو واکن ننه، با ده من اصلا نمیشه خورده. از سر شب تا حالا 3 تایی رفتن تو اتاق و معلوم نیست چی میگن. دارن محمودو پرش میکنن. من پسرمو خوب میشناسم، دهم بین نیست. اگه لیلی به لالاش میذاره به خاطر بچه‌شه. میبینی چه خانم خوشگلیه؟ قشنگه نه؟ اگه به خاطر بچه نبود دختر شما رو دیگه تو این خونه راه نمیدادم. ما 30 ساله تو این محله داریم زندگی میکنیم، هنوز صدای ما رو در همسایه نشنیدن. شما که میدونین زن حامله اختیارش دست خودش نیست. این بچه شماست که به دختر من فرمون میده. پاشو صورت شوهرتو ماچ کن، ازش معذرت بخوا. ده پاشو، برو جلو، برو ماچش کن. ده ماچش کن ده. خب دیر وقته، حالا پاشین بگیرین بخوابین. محمود آقا بچه رو بدین من میبرمش. بیا خوشگلم. عزیزم کجا بخوابه؟ این همه اتاق تو این خونه هست، اینم قصه داره؟ آخه تو هر اتاق یکی کپیده. هیچ خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنی ها. چرا همش به من میپری؟ یه خوردم به اونا بگین که به ما محل نمیذارن. والا خانم جان، جای مادر سکینه خانومو تو اتاق مهمون خونه بندازینش. یا علی ننه قدسی برو جاشو بند. همین یه کارم باقی بود که برم برای دلاک هموم جا بندازم. هر کی هست مهمونم حبیب خدا. بابا چرا نمیایین؟ این بچه زبون به در نمیگیره. برو بابا. خیلی خب چرا انقدر داد میزنی؟ خودش از بچه بیشتر عرعر میکنه. قدسی جلوی اون زبون تو بگیر. برو رخت خوابو پن. واقعا چه دخترش بره پن کنه. برو دیگه. توران. بله خانم بزرگ. توران جون بیا ننه بیا. باز تو از همه گلتری. خوب نیست روی محمود و زمین بندازی، اونم هرچی باشه ننم مهمونه. شما اگه بگین چشم، اما را دستم نیست. پیرشی ایشالله، برای خاطر من بود. چرا خدا نگاه کن چه دور زمونه شده. زنی که سنیت جد آبادی باره یکی کرده، حالا توقع داره از ننشم پذیرایی کنی. حالا اینقدر جوش نزن، شیرت خشک میشه.
دستتو بکشم شب هیچ من حوصله برعکس ندارم. اینقدر حوصله دارم که داره حوصله دونم لبریز میشه. بیا کن دیگه. قربونت برم، دعوا و اوقات تلخی بد چیزیه، اما به آشتی بعدش میارزه. نمیخوای؟ نه. کجا میری؟ میام الان. چرا نمیری بخوابی؟ اینقدر اعصابم ناراحته خوابم نمیبره. تقصیر خودت. الان 15 روز محمود آقا رو تو اتاقت را نمیدی. مگه یادتون رفته آخرین شبی که اومد توی اتاق من سکینه اومد به زور بردش. منم حرصم گرفت گفتم این شوهر مال تو، ما نخواستیم، اونم از خدا خواست. محمود آقا مثل این که بعدش نیومد همین حرف بهانه کرده، دیگه به من محل نمیذاره. یه دختر همومی رو آوردم اینجا، حالا واسه من خانم خونه شده. همش تقصیر خودمه، با دست خودم و سیاه بخت. نه تقصیر من. یعنی منم نمیدونستم این دختر اینطوری از آب در یه وقت ها اینقدر حرصم میگیره ازش، اینقدر منو با کاراش میچزونه، اینقدر منو میسوزونه که دلم میخواد این گل آتیش بذارم رو سرش، دلم میخواد خفاش کنم. حیف که از دستم بر نمید. لا اله الا الله. خدای خودت سر تقصیر من چی کار میکنی نصف شبی؟ چه نمی بخوابی؟ شما بگیریم بخوابین، چی کار به کار من داری؟ بیا اینجا بینم کجا میری؟ جهنم دره. به خدا دیگه خسته شدم خانم بزرگ. خسته نخور. دلم میخواد خودم رو بکشم، دنیا رو یه از پایه این زندگی راحت بشم. چی بود؟ هیچی چیه؟ هیچی دیگه. پنکه بود. لا اله الا الله. شما بگیریم بخوابین. مگه تو میذاری؟ تا میاد چرتم ببره یه سرصدایی را میندازی؟ معلوم است امشب چته؟ محمود آقا سر به سرم نذارا، اگه اینجا ناراحتی. برم تو اتاق تو رام بخوابم؟ نه همینجا بخواب. اذیتم کردی؟ مخصوصا برای اینکه جریمت بکنم میرم تو اتاق توران خانم میخوام. نرو، حق نداری بری، اگه بری جیغ میکشم همه همسایه ها رو خبر میکنم. تو غلط میکنی؟ هرچی ملاحظه‌اش میکنم روش بالا میره. حالا کارت به جای رسیده که واسه من تکلیف معلوم میکنی؟ الهی من قربونتون برم، الهی من تصدقتون برم. امشب اونجا نریم، اگه میخوایم بریم فردا شب. امشب یا فردا شب چه فرقی داره؟ یه چی، آخه امرو دعوامون شده، نمیخوام پیش اهل خونه من کنف بشم. از خاطر من محمود آقا، تو رو خدا محمود آقا امشب نه باشه. بسته توران جان، تو رو خدا دیگه گریه نکن. برو ننه دیگه بگی بخواب، هیچ فکر و خیالم نکن. خداوند
ارحم الراحمین. ننه توران خانم، یه نگاهیم به در کوچه بکن که باز نباشی. چشم. صدای چی بود؟ خودت صدا مال چه خبر شده خانم بزرگ؟ چی شده؟ چی شده مادر؟ نمیدونم شب چشه اصلا نمیذاره ما بخوابیم. خب ننه برو تو اتاق توران بخواب. نه خیر، اگه شارکمو بزنی نمیذارم محمود آقا تو اتاق توران خانم بخوابه. سکینه خانم بی خود هرس نخوری. محمود آقا اگه سر تا پاشو طلا بگیره ممکن نیست بذارم بیاد پیشم. اینو مطمئن باشی. پناه برخور. تا شما تو این خونه هستین تو اتاقم راش نمیدم. استغفر الله ربی و توبه خانم جان بیا. من امشب تو اتاق شما میخوابم. وقتی آدم 2 تا زن داره جا واسه خوابیدن نداره. خب بیا بریم مادر. مثل این که به نعلبندش نگاه میکنه.
محمود آقا صبح بخیر. سلام. سلام. ننه محمود جون صابون تو حوض نزن یا تازه آب شکشتی. سلام مادر. سلام. سلام خانم. علیکم سلام. سلام محمود آقا، صبح شما بخیر. سکینه هنوز بیدار نشده؟ نه. وا امروز چرا اینقدر میخوابه؟ دیشب یخت دیر خوابیده، خسته است. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عاقبت شما بخیر. سکینه ننه چرا امروز اینقدر میخوابی؟ لنگ زور بلند شو. سکینه وا سکینه 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 خدا مرگم بده. ننه سکینه سکینه ننه سکینه جون محمود جون چی شده تو خبر نداری؟ خدا مرگم بده. نه الهی قربونت برم نری جلو نیشت میزنه. محمود جون صداش کنید در و جواد آقا برو. در اتاقو ببندید مامه. خدا مرگم بده بچه این توه. نه جون نری واسه خطر داریم. نمیخوام دستم چی کار میشه کرد؟ رفت مارجی رو بیاره. برو الهی قربونت برم. ما میشه بیار بچه رو میزنه و هلاک میکنه. بیاموز حمله جعفر خودت به دادش بده. الهی قربونت برم. نرو تو نیشه بچه وحشت میکنه. الهی قربونت برم. خدا عمرت دوباره بهشت. محمود آقا جونش نجات دادی.